صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. ادامه صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ. باب 2. گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان. شاید سؤال به میان آید که چرا یک امپری بزرگ و ابرقدرت که در تاریخ دولتداری‌های گذشته و آینده نظیر نداشت و از لحاظ حدود جغرافی، شماره لشکر و بایگری و سرمایه نظر به تمام امپری‌ها و دولت‌های سابقه افضلیت داشت، از دست یک سرلشکر جوان و کارناآزموده اسکندر مقدونی به آسانی شکست خورد. برای به این سوال پاسخ دادن لازم است که نظام اداره کنی و کارگزاری دولت این امپری ابرقدرت را از نظر گذرانیم و برد و باخت شاهنشاهان هخامنشی را از کوروش کبیر تا دارای 3 قیاس نماییم. کوروش کبیر و دارای 1 بسا خوب می‌فهمیدند که پوره به اختیار والی ساترپ گذاشتن تقدیر این یا آن ولایت یعنی ساترپی تا اندازه برای امپری پهناور خطر دارد، زیرا این ولایت‌ها در گذشته دولت‌های خرد و بزرگ علاهیده بودند و با فرارسیدن امکانیت مناسب روند مرکزگریزی و استقلالیت خواهی آنها بالا می‌گیرد. از این لحاظ مخصوصاً در دوره شاهنشاهی دارای 1 کوشش اصلاحات و تنظیم دادن نظام اداره کنی به رسمیت درآمد که موافق آن در امور سروری ولایت‌ها حاکمیت حربی و حاکمیت مأموری را به اختیار یک شخص گذاشتن روانه بود. قبل از زمان دولتداری دارای 1 عادتاً کشورهای ضبط شده به اختیار عملداران محلی یا حاکمان سابق واگذاشته میشد که سر اطاعت فرود آوردند. موافق اصلاحات دارای 1 برای اداره کنی هر یک ولایت 3 عملدار والامقام، والی، دیوانداری شاه و سپهسالار تعیین می‌گردید که آنها به یکدیگر مطیع نبودند و هر کدامشان به واسطه به حاکمیت مرکزی شاهنشاه اطاعت می‌کردند. از روی معلومات بسا جالب مورخ فرانسوی، ماسپرو نخستین عملدار والی ساترپ بود که حاکمیت مأموری و سروری عامه را در اختیار داشت. والی‌ها عادتاً از جانب شاه تعیین کرده می‌شدند و از میان قوم‌های بیگانه نیز انتخاب می‌گشتند. مثلا موافق اخبار گیرادوت، یکی از والی‌ها کسینگور گالیکرنک یونانی و پکتی لیدیگی بوده است، ولی اداره کنی ولایت‌های مهمترین را به کسانی باور می‌کردند که از قوم شاهنشاه بود یا به واسطه ازدواج با این خاندان قرابت داشت. چنانچه در کتیبه بیستون آمده است که پدر دارا ویشتاس والی گیرکانیا و موافق معلومات گیرادوت پسر دارا اخیمن والی مصر و برادر دارا ارتافرن والی سرد بود. باج و خراج‌غونداری مقدمترین وظیفه والیان بود. آنها سروری خلق، تنجی ملک و پایداری حکومت شاهنشاه را در ولایت به ذمه داشتند. والیان صاحب قصر و کوشک‌های محتشم، حرم‌های خاصه، دسته حمایتگران بوده از روی صلاحدید خود به امور محکمه و اجرای قانون‌ها نظارت می‌بردند. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از کتاب دوم در باب دوم تحت عنوان گسترش دولتداری و تمدن آریایی در عهد هخامنشیان ادامه دارد.